دوستان، مراقبه و مدیتیشن بسیار بسیار چیز ساده است. تنها چیزی که ما رو میکشونه به این که فکر کنیم چقدر دشواره ذهنیت ماست. مراقبه رو اگر چنانچه بخوایم خیلی سادهش کنیم، یعنی نگاه کردن، دیدن، مشاهده گری محض. چرا میگیم محض؟ چون فقط نگاه کردنه، چیز دیگه ای توش نیست. حالا ما میگیم که نگاه کردن چه فرقی داره؟ نگاه کردن و قضاوت کردن. نگاه کردم این سبزه، این سیاهه، این سفیده، این خوبه، استشمام کردم این عطرش عالیه، رایحه‌اش فوق‌العاده است، بدبوه. اینا قضاوتن. مشاهده گری فقط یعنی این که بودن و نگاه کردن. نگاه کردن چه چیزی؟ واقعا وقتی شما چشماتون رو ببندین چی رو میتونید نگاه کنید؟ به جز افکار مگه چیزی هست؟ به جز حسای درونی مگر چیزی باقی میمونه؟ این یعنی مدیتیشن و مراقبه. هنر دیدن. ما دیدن به چیزی میگیم که یک شکلی رو، یک برجستگی رو، یک طبیعتی رو، یک رنگی رو. این دیدن خیلی کامله. این دیدن هم دیدنه، هم شنیدنه، هم چشیدنه، هم لمس کردنه. یعنی تو فقط میشینی با عنوان یک شاهد، مشاهده‌گر، نگاه کننده. رؤیت میکنی هر آنچه در حسهای درونی تو هست و هر آنچه ذهنیت و افکار در حال عبور هست. چون میدونی اینا همش عبوریه دیگه، همش جاریه دیگه، ایستا نیست. یعنی هیچ فکری برای همیشه نمیمونه، هیچ موقعیتی برای همیشه نمیمونه، دیگرگون میشه، عوض میشه، حتی اجسام. درسته؟ دیدن به این معنی است که تو هر آنچه که در وجودت هست احساسش میکنی، نگاهش میکنی، اون رو میبویی، اون رو میشنوی. اینجاست متفاوت بودن، بدون اینکه قضاوتی بکنی، دنبال خوب و بدی باشین، به چیزی بچسبین، از یک چیز دیگری فاصله بگیرین. فقط نگاه محض. وقتی که نگاه میکنی اون چیزهایی که گذراست کم کم ناپدید میشه. وقتی قضاوت نکنی ناپدید خواهد شد. اگر قضاوت کنی چیزهای دیگه میاد. اینی که رفته 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 وقتی که هنر مراقبه کردن اگر چنانچه توش ممارست نباشه ارزشی نداره. ما نمیتونیم میوه‌شو بچینیم. هر چند که انتظار چیدن محصولی از مدیتیشن رو نداریم، ولی محصول خودش میاد. محصول چیست؟ محصول حقیقته. تا زمانی که اون ذهنیت و افکار فرو نشسته، از بین نرفته، محو نشده، باز به صورت خیالاتی ما قضاوتش میکنیم، ما در افکاریم. ما میگیم این چیز بده، این چیز خوبه، این چیز زیباست، این چیز زشته، این چیز رایحه‌ای دلانگیزه، این چیز متعفنه. وقتی که همه اینها رو گذاشتیم کنار، فقط بودیم، دیدیم، نگاه کردیم، بدون اینکه روش قضاوت کردیم، یه اتفاقی میفته.
کم 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 این توهمات، چون توهم واقعا وجود خارجی نداره که، یا اتفاقی در گذشته افتاده یا اینکه ما داریم خیالات میکنیم برای آینده، چیز واقعی این لحظه ما نیست. هنر مراقبه کردن اینجاست که برای ما خیلی ساده میشه. بشین و ببین حالا چرا ما از نظر فیزیکی با ستون فقرات صاف باید بشینیم. اولندش که این در اوایل کاملا قانون درستی است، ولی رفته رفته میتونه یه خورده تغییر کنه، نه کامل، یه خورده میتونه تغییر کنه. شما وقتی که سیستم پرانیکت بیدار شد، وقتی که براهما نادی باز شد برای طلوع آگاهی، یه خوردم خمیده بشین اتفاق برات نمیفته، شعف سر جاشه، اصلا تو خود حقیقت هستی، اصلا تو خود حقیقت هستی، تو خودت قانونی. اما نه قبل از اون حتما باید ستون فقرات کاملا صاف باشه. منظورم این نیست که مجوزی دادم کسی 4 تا رنگ دید و یه خورده شعف اومد سری به قول معروف مثل تریاکی رو بشین ها. نه 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 نه، قانون حتما. چرا؟ یک، بخاطر اینکه ما بیدار و هوشیار باشیم. دو، بخاطر اینکه یک احترامی برای حضور واقعی وجود داره. اون احترام و ارزش ما به خود واقعیمون میذاریم در اصل، نه چیز دیگه ای. و چون ما محترم هستیم بالاخره باید ادب رو در حالتهایی که به حقیقت میخوایم نزدیک بشیم نگه داریم. درسته؟ اینا دلیل‌های خیلی ساده‌ای هستن که امروز لازم بود ما بفهمیم. صرف نظر از اونها در بدن کانال‌های انرژی وجود داره و 3 کانال انرژی بسیار مهم و طولانی است. یکی ایداست، یکی پینگالا، از اونها مهمتر براهما نادی یا شمونا است که آگاهی بعد از پاکسازی این 2 تا کانال اصلی و متعادل سازیشون اون آگاهی طلوع میکنه. در کجا؟ نه در ایدا نه در پینگالا، بلکه در ششمونا، در براهما نادی. اونجا وقتی که طلوع کرد ما فقط میتونیم بچشیم، نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم. چیزی نیست که من راجع بهش صحبت کنم، من چند تا واژه بیشتر نمیتونم به کار ببرم. زندگی در بهشت درون، شعف فراوان و باور نکردنی برای ذهن معمولی، آرامش عجیب غریب و بودن در لحظه حال که همه اینها تقریبا یک چیز هستش. ما همونجاست که واقعیت ها رو احساس میکنیم، زندگی میکنیم، نه اینکه میگیم. حقیقت گفتنی نیست، حقیقت تجربه آنی است. تجربه کنیم. حقیقت چیزی است که همین لحظه ما در اون قرار داریم، نه گذشته است نه آینده.